هر زمانی که شما میخواین از ترغیب و استفاده پنهانی افراد دیگه در امان باشین، باید همه چیز روبرو تحلیل کنین و روبرو بگوین. یعنی یک ارتباط بسیار جدی با دی ان ای انسان داره یا نداره دکتر؟ بعضا میگن دارن، اما نظر من است خب افرادی که ترغیب میکنن اینا را حتی ما سیریال کلر میگیم، افرادی که از جنگ دیگران سود میبرن و اینا دیگر راه جزئی نداره. ما حتی از لحاظ تاریخی اگر بگوییم، از لحاظ ژنتیکی وایکینگ یک قبیله است، کار اونا می بود دیگران را بین خود به جنگ پرت و وقت ضعیف شدن برو بالایش حمله کو و همه چیز شبیه. و باید ما بگوییم که رگنار ما یک وقت صدایش هم میخواندم. خب خیلی خوب. اینا قبیله رگنار در اصل افرادی بودن که ترغیبگر بودن. مثلا یک جای است که خیلی قلعه بزرگ است و اونا عیسوی هستند و هیچ نمیتونه اونجا را فتح کنه، یک نفر خود در بین اینا میره به عنوان یک فرد نفوذی و بعد اونا در داخل او قلعه یکی دیگر با خود به جنگ مندازه. تمام جنگ های قبیله‌ای سریال رگنار، اگر شما تمام جنگ های قبیله‌ای رگنار ببینین میفهمی کل جنگ هایش به اساس یک سوء تفاهم است و این سوء تفاهم کی به میان آورده در این قبیله؟ اون کسی که در بینشان نفوذ، کسی که ترغیب میکنه. پس چطور میتونیم از این خود نگاه کنیم از ترغیب؟ همیشه رق و راست باشین. مثلا یکی میای برنامه مرا دیلیت میکنه و بعد منیجر من میایه که شیطانی مثلا فلان آدم کرد که برنامه تو دیلیت شده. من میگم خب من کتیزی کار دارم، میرم میگم که نال باش تو یک کار کو که ما برم به منیجر بگویم. این اشتباهه. منیجری تو کسی است که شما را ترغیب کرده رئیس. او یک گپ است که داریم ما افغانا میگه وقتی بینی تا پشک برد بینی تا میبینی.